السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز سید جمعه با احمد مبارک. دوستان عزیز ببینید، الله شاید که از ته دل میگم امروز سه روزی خوشبخت‌ترین است. روزی سید جمعه است الحمدلله، 8 مارس الحمدلله و روزی مولود من بابا جان 88 16/04/1988 در ناحیه رشت تولد شدم، در بیمارخانه. متاسفانه یا خوشبختانه در همین روز تولد شدم الحمدلله. اکی روزی 8 شب تبریک کنیم در بالا، مقصد روزی جمعه هم تبریک کنیم در بالا، روزی مولود هم مبارک. من نمیدونم، خلاصه سه عید دارم امروز. بخت مبارک به شما مبارک، دوستا و دشمنا، برادرها و خیتیرا، همه رحمت کلان، رحمت برای تبریکاتو. همه تو دستم تبریک هستی و پامینوت کرسته. خیتیرا بنویسید، دوستا بنویسید، تبریک می‌نویسید، دشمن می‌نویسید، کار شما خداوند حفظتون کنه. فقط خواهش میکنم در روز جمعه در حق مردم فلسطین دعا کنه پروردگار از ظلم ظالمین آزاد کنه. اللهم انصر المسلمین فی فلسطین. پروردگار حدیث یهودا آزاد کنه. خدا نگهدار.